در تکنیک ترس از تهدید و ایجاد رعب و وحشت به منظور تضعیف روحیه و سست کردن اراده استفاده میشه. در این روش ضمن تهدید و ترسوندن مخاطبان به شیوه‌های مختلف به او این چنین القا میکنند که خطرات و صدمات احتمالی بر سر راه کمین کرده و از این طریق آینده‌ای مبهم و توأم با سختی و مشکلات را برای مخاطب ترسیم میکنند. در فرایند عملی این تکنیک میشه اینطوری گفت که ترس شدید تحت شرایط خاص قدرت اقناع کنندگی پیام را افزایش میده. اینکه مخاطب متقاعد بشه که خطرهای اشاره شده جدی هستند و باور کنه که این خطرها محتملن و بعد از اون مخاطب باور کنه که توصیه‌های ارائه شده در مورد عامل ترس مفید و مؤثره و در نهایت مخاطب متقاعد بشه که میتونه به توصیه‌ها و کنش‌های درخواستی عمل کنه. مثال واضح این روزها عرصه سیاسی ایران هراسی و اسلام هراسی در غربه. از فیلم‌های سینماییشون گرفته تا خبرها و اتفاقات مختلف رسانه‌های غربی که همیشه به دنبال ایجاد ترس از ایران و اسلام هستند.